لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی. اما بعد، السلام علیکم بینندگان ارجمند. امروز با آدم علیه السلام خواهیم بود. با داستان آدم علیه السلام، داستانی که آغاز هر یک من و شماست. داستان آغاز همه آدمان روی عالم است. زیرا من و شما، بلکه همه بشریت از این پدر به وجود آمده ایم. داستان آدم علیه السلام داستان آغاز آفرینش، آغاز هستی و آغاز قصه انسان در میان این همه موجودات بی حساب و بی آخر است. داستان آفریده عزیز و گرامی است که خداوند همه هستی را برای او و برای نسل او آفریده و همه موجودات را در خدمت او مسخر نموده است. داستان آدم علیه السلام داستان آفریده مکرم و معظم که او تعالی همه شرافت و کرامت را به او بخشیده، در عوض این تکریم امانت بندگی را نیز بر دوش او سپرده است. بینندگان گرامی، بیایید لحظه با این صحنه جالب، صحنه خلق شدن پدرمان آدم علیه السلام نگریم و این رخداد بزرگترین تاریخی هستی را با عقل و هوشمان مشاهده نماییم. آنجا در آن ملأ اعلی، در آسمان‌های بلند، آنجا در حضور فرشتگان نورانی، آنجا در جنت که سرای سعادت است، در آنجایی که وصفش در زبان نمی گنجد و هیبت و جمال آن را هیچ زبان افاده کرده نمی تواند، در آنجایی که فرشتگان پر و بال خود را جمع نموده صف کشیده فضای زیبای ملکوت را با تسبیح و تمجید الله ذوالجلال باز هم زیباتر نموده بودند. همه آنجا جمع شده بودند، زیرا آفریدگار یکتا دستور داده بود تا جمع شوند. این جمع آمد بزرگ بدین خاطر بود که ملائک با آفریده نوی که نه مثل آنها از نور بلکه از خاک آفریده شده است آشنا شوند. آفریده‌ای که آدم نام دارد و او را خالقی توانا از خاک سیاره‌ای که زمین نام دارد آفریده است. از این سیاره خاک احضار نموده او تعالی موجودی را با نام آدم آفریده است. جمع آمد فرشتگان برای دیدن این آفریده نو بود. او تعالی در سوره حجر فرموده است: و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. و یادار هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من از گل خشکیده‌ای که بوی آن متغیر گشته است انسان می آفرم. پس وقتا خلقتی او را سامان دهم و درستش کنم و از روح الهی به او بدمم، پیش او به سجده افتید. دوستان گرامی، به هیبت و جلال و عظمت این دستور و این فرمان دقت نمودیم. پیش او به سجده افتید. از خاک و گل موجود هست شده است که فرشتگان نورانی می باید پیش او سجده کنند. دستور الهی به فرشتگان چنین بود: چون او را درست کنم پیش او سجده بکنید. این چنین در صفحه های نخست قرآن خداوند از این صحنه جالب خبر داده فرموده است: و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. یعنی بیادار هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه یعنی جانشینی می آفرم. جانشینی که نسل پس از نسل دیگر جایگزین یکدیگر می گردند و جانشینی که احکام الهی را در روی زمین عملی می سازند. فرشتگان نه به دستور سجده اعتراض نمودند و نه به اراده الهی که خواسته آفریده نوی به هستی آورد، بلکه با کمال ادب سوال کرده پرسیدند: قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتگان پرسیدند: پروردگارا، آیا در روی زمین جنس آدمی را هست میکنی که در آنجا فسادکاری میکند و خون ناحق میریزد، در حالی که ما تو را تسبیح میگوییم و تو را به پاکی یاد میکنیم؟ او تعالی در جواب ملائک گفت: انی اعلم ما لا تعلمون. ای ملائک، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. فرشتگان پی بردند که آدم موجود گرامی خواهد بود و در پشت هست شدن او حکمت‌های بزرگی هست که آنها از درک آن عاجزند. احساس کردند که خداوند برای این آفریده جدید وظیفه بلند و مقام مهمی مقرر کرده است. پس دوستان گرامی، آیا به بزرگی مقام و منزلت انسان دقت نمودیم؟ آیا دیدید که در قرآن انسان چی موجود است و چی مقامی عظیمی دارد؟ انسان در مفهوم قرآنی چنین مقام و جایگاه بلند دارد. او را الله ذوالجلال با دست خود آفرید و به جسمی از گل درست شده او روح دمید
و فرشتگان نورانی را دستور داد تا پیش او سجده کنند و او را در روی زمین خلیفه نام نهاد. یعنی نخستین درسی که انسان میباید از این صفحه های نخستین حیات پدر خود آدم علیه السلام و از تاریخ آفرینش آموزد، این مقام و منزلت بزرگ انسان است. و درس دیگر این که انسان آفریده خداوند از خاک به این شکل و صورت زیبا که حالا نسل او دارد آفریده شده است. یعنی نه عالم در نتیجه ترکش و تصادف پیدا گشته است و نه انسان از بوزینه یعنی میمون به وجود آمده است، بلکه انسان نخست پدری همه آدمان با همین شکل و صورت زیبا، با همین قامت راست و چشم و چهره زیبا آفریده شده بود. بینندگان ارجمند، پس ببینیم که به ما چه بسا سالها با نام علم و تحقیق دروغها بافتند و گفتند و به تکرار خواندند و خواناندند. گفتن انسان در اصل بوزینه میمون بوده. در نتیجه انکشافیابی که با زبان علم آن را نظریه اِوولوسیا یا نظریه انکشافیابی طبیعت زنده نام نهادن، آهسته آهسته به صورت آدمی در آمده است. این دعوای ساخته و بافته را که دروغ محض است با نام علم پیشکش کردند. این خرافه بی اساس را جامعه علم پوشانیده گفتند این حقیقت است که عالمی برجسته زمان چارلز داروین پس از سالهای طولانی در نتیجه تحقیقات علمی به آن رسیده است. چه بسا به مردم دروغ‌های زشت گفتند و مردم را به هر وسیله به باور کردن آن وادار نمودند. این نظریه باطل و بی اساسه که نه تنها آیات صریح و واضح قرآن آن را انکار می‌کند، بلکه امروزها علم معاصر نیز آن را رد می‌کند. و عالمان خود آن جامعه‌های غربی و آمریکایی از ساحه‌های آنتروپولوژی و بیولوژی و فلسفه و غیره در پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های آمریکا و غرب باطل بودن این را اعتراف کردند و کرده ایستادند. اگر شما بینندگان گرامی در شبکه اینترنت مدت 10 دقیقه سراغ نمیگیم کتاب‌های اسلامی، بلکه سراغ کتاب‌های غربی روید که باطل بودن این نظریه را اثبات می‌کند، در جستجوی 10 دقیقه خود بیشتر از 100 کتاب و مقاله‌های علمی از دکتران و پروفسوران سرشناس عالم پیدا خواهید کرد. عالمان سرشناس زیادی در آمریکا و غرب نه تنها نظریه داروین را رد کردند، بلکه در اثبات باطل بودن آن کتاب‌ها نوشتند. حتی نظریه دیگری که ضد نظریه داروینی است و میگوید هستی نه در نتیجه ترکش و تصادف و انسان نه از بوزینه پیدا گشته، بلکه پشت این هستی سازنده هوشمند می ایستد، از جانب عالمان هستی شناسی آمریکا و غرب پیشکش شده است که این نظریه طراح هوشمند یا به اصطلاح روسی رزومنیزه مثل نام دارد. بینندگان ارجمند، داستان آغاز پیدایش آدم و آدمیزاد هیچ پوشیدگی، هیچ گرهی ندارد. در آن نه فلسفه و پیچیدگی است، نه رمز و اشاره ها، بلکه قصه حسن آدم و آدمیان به طور واضح و آشکار توسط وحی الهی در قرآن بیان گشته است. و تعالی فرموده: و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آیت های واضح و آشکار از سوره هجر که در دیگر سوره های قرآن نیز این معنا تکرار شده است. و تعالی میگوید هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من انسان از گلی خشکیده که بویش تغییر یافته است انسان می آفرم. اینچنین او تعالی در سوره طه فرموده است: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. شما را ای مردم از خاک زمین آفریدیم و به زمین بر میگردانیم، یعنی در قبر قرار میگیرید و دوباره خاک میشوید و باز شما را دوباره از این خاک زنده نموده بیرون میسازیم. از گلی خشکیده آدم علیه السلام ساخته شد، ولی حالا هیکلی خاکی بود و جان و حرکت نداشت. در وسط جنت، آنجا که اطرافش همه باغها و چشمه ها، همه درختان خرم و همه زینت و زیبایی بود، موجودی خاکی دارای چهره و تن، دارای دست و پا، با درازی 60 ذراع یعنی حدود 30 متر خوابیده بود. در آن مکان زیبا که وطن فرشتگان نورانی بود و آدم علیه السلام وسط آن قرار داشت، موجودی دیگری نیز که اصلش از آتش بود موجود بود. این موجود دیگر ابلیس نام داشت. این مخلوق چون آدم علیه السلام را با آن قامت دراز و صورت زیبا دید، آتش حسادت در دلش جوش زد و گرد این تمثال خاکی میگشت و او را تماشا میکرد. چشم و گوش و موی و دست و گردن آدم علیه السلام را تماشا میکرد و در او عیب میجست. ناگهان ابلیس در آدم علیه السلام چیزی پیدا کرد و خود را از او برتر و بالاتر دید که درون آدم علیه السلام یعنی شکمش خالی است. گفت من به او غلبه خواهم کرد. در حدیث صحیح که آن را امام مسلم روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم
این صحنه را نقل کرده فرمودند لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف به ينظر ماه فلما رآه أجوف قال ظفرت به خلق لا يتمالك. یعنی چون الله متعال آدم علیه السلام را آفرید و او را تا آن مدتی که او تعالی خواسته بود بدون جان آنجا گذاشته بود، ابلیس اطراف او چرخ میزد و به او نظر میکرد. چون دید که درون او خالی است به خود گفت نقطه ضعفش را یافتم، به او غلبه خواهم کرد. این آفریده است که خود را داشته نمیتواند گفت. یعنی ابلیس به خود گفت میتوانم او را وسوسه کنم و به دام خود بیافتانم. او از خواهشات نفس و هم از خشم و غضب خودداری کرده نمیتواند. آدم خاکی در آن وسط قرار داشت و اهل ملکوت در انتظار لحظه‌ای بودند که الله متعال به این هیکل خاکی جان دمد و ببینند که پروردگارش به او چی میگوید، از او چی میخواهد و به او چی وظیفه را واگذار میکند. سپس اراده و قدرت الله متعال به عمل آمد و آفریدگار توانا آن هیکل خاکی را جان بخشید و تن آدم علیه السلام که گلی خشکیده بود با گوشت و خون و استخوان مبدل گشت و دلش به تپیدن پرداخت و خونش در گردش در آمد. تنی به جان و به احساسی که هیکل خاکی بود به آدمی زیبای بینا و شنوا با طول 6 ذراع و دارای 1000 رگ و پیوند و صدها هزار حجیره مبدل گشت. تمثال خاکی به آدمی مبدل گشت که میشونید، حرف میزد، راه میگشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نخستین واخوری آدم علیه السلام را با فرشتگان و اینکه در این واخوری چی گفتند به ما نقل کردند. در حدیثی که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. یعنی الله متعال آدم علیه السلام را به صورتش آفرید که طول او 6 ذراع یعنی حدود 30 متر بود. پس وقتا او را آفرید به او گفت ای آدم نزد آن گروهی فرشتگان که نشستند برو و السلام علیکم بگو. پس ببین که در جواب به تو چی میگویند، زیرا آن جواب سلام که بر تو میگویند جواب سلام تو و نسل تو خواهد بود. پس آدم علیه السلام برفت و به جمع فرشتگان گفت السلام علیکم. فرشتگان در جواب به او گفتند السلام علیک و رحمت الله. آنها جمله و رحمت الله را علاوه کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پایان حدیث گفتند پس هر کی داخلی جنت می شود به صورت آدم علیه السلام خواهد بود.